حج. ابوالانبیا ابراهیم علیه السلام پیش از 30 قرن به مکه مکرمه آمد تا به امر الله متعال همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل علیه السلام در این سرزمین بگذارد. هنگامی که آب و غذای مادر و فرزند تمام شد، الله تعالی برایشان چاه زمزم را پدیدار کرد و از آن زمان عشایر عرب به موضع آب گرد آمدند و زندگی در آنجا رونق گرفت و ابراهیم علیه السلام اساسات بیت الله الحرام را برپا نمود. همچنین عشایر به مکه مکرمه می آمدند و شمار آنان همیشه در فزونی بود تا اینکه امور مکه به دست قریش رسید و پس از قرنهای متوالی به ویژه در قرن 6 میلادی خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم با آخرین دین مبعوث شد که حج بیت الله الحرام یکی از ارکان پنجگانه آن گردید و الله تعالی می‌فرماید در آن نشانه‌های روشنی است. مقام ابراهیم است و کسی که وارد آن شود در امان می باشد و برای الله است حج خانه بر کسی که توانایی راه را داشته باشد و هر که کافر شد الله از جهانیان بی‌نیاز می باشد. و در امتداد 14 قرن گذشته مسلمانان همچنان به مکه مکرمه می روند، زیرا این شهر مورد توجه بوده و به عنوان مرکز پخش نور اسلام به جهان بروز کرده است. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند مدینه و مکه از فرشتگان مملو می باشد. بر سر هر راه آن فرشته است. دجال و طاعون به آنها داخل نمی شود. همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یک نماز در مسجد الحرام برتری دارد به 100,000 در غیر از آن. و نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت آن فرمودند قسم به الله که تو بهترین سرزمین الله هستی و محبوب ترین سرزمین الله در نزد الله می باشی. و الله سبحانه و تعالی برای کسی که در حرم به فکر کاری بدی شود وعید سخت داده می‌فرماید کسانی که کافر شدند و مانع راه الله یعنی دین خدا و طاعت او و مسجد الحرام میشوند که برای مردم یکسان ساختیم، چه مقیم در آن هست و یا از بادیه وارد می شود، و هر کسی که در آن از روی ظلم اراده معصیت خدا را بکند وی را از عذاب دردناک می چشانیم. حج 25. و الله متعال کعبه را قبله مسلمانان گردانیده و فرموده است رو به آسمان کردنت را می بینیم، پس تو را به قبله متوجه می سازیم که به سوی آن رضایت داری، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان و در هر جا که بودید روحایتان را به سوی آن متوجه کنید. و نظر به قدر و منزلت این سرزمین و بیت العتیق الله تعالی بر بندگانش حج را فرض گردانیده. می‌فرماید و برای الله است بر مردم حج خانه خدا بر کسانی که توانایی رفتن به آن را دارند و کسی که کافر شد الله از جهانیان بی‌نیاز می باشد. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حج را از ارکان پنجگانه اسلام گردانیده. فرمودند اسلام بر 5 چیز بنا شده و از آن جمله حج خانه خدا را نام بردند. و نیز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای حج تشویق کرده. فرمودند کسی که حج کرد در آن فحش نگفت و معصیتی را مرتکب نشد گناهان گذشته‌اش بخشوده می شود.